وقتی به مکتب عریضه می‌دهی یک روز نگذشته پاسخی رد می‌آید. ونیرا مهاجر قرغیز چند سال است که می‌خواهد پسرش را به مکتب بدهد. او باید صنف 4 رود ولی هر سال با درخواست ونیرا از مکتب پاسخی رد می‌آید. سال دوم است که فرزندم را به مکتب قبول نمی‌کنند. دختر خردیم امسال صنف 1 می‌رود. همه سندهای او درستند. ونیرا تمام سندهای ضروری برای مکتب‌های روسیه را نشان می‌دهد. ترجمه شناسنامه‌ها، دفترچه طبی کودکان و غیره. با رعایت همه قاعده به مکتب عریضه پیشنهاد می‌کند ولی پاسخی رد می‌گیرد. سببش را هم نمی‌گویند. این مشکل ونیرا را دیگر مهاجران هم دارند و از تمام کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان و قزاقستان. مرال شهروند قزاقستان حالا به درخواست نوبتیش پاسخ مکتب را انتظار است. با من گشته و برگشته پاسخی رد می آید. پسر من باید صنف 4 رود. سپتامبر نزدیک است ولی من نمی توانم کودکم را به مکتب گذارم. اکثر مهاجران میگویند امکان برگردانیدن فرزندانشان برای تحصیل در وطن را ندارند. با گفته حقوقشناس میرلان توکتوبکوف که به مهاجران در روسیه کمک میکند، یک سبب قبول نشدن فرزندان مهاجران به مکتب بیگانه ستیزی است که در روسیه اوج گرفته است. از حکومت دستور دادند که فرزندان مهاجران نباید از 20% خوانندگان صنف یا تمام مکتب بیشتر باشند. بعضا مکتب‌ها با تکیه به همین دستور عریضه مهاجران را رد می‌کنند. بعضی از مهاجران بعد از سرگردانی‌های زیاد دیگر از فرستادن فرزندان خود به مکتب دست می‌کشیدند. بنابراین کودکان مهاجران اکثرا از برنامه‌های تعلیمی عقب می‌مانند. چون این حالت هم هست که دختر 13 ساله چندین سال از تحصیل دور مانده است. والدان چند بار تلاش کردند ولی موفق نشدند که او به مکتب رود. در نهایت به ما مراجعت نمودند. ما تمام کوشش را کردیم و توانستیم دختر 13 ساله را به صنف 2 شامل کنیم. در سفارت قرقیزستان در روسیه گفتند که یگان مراجعت درباره قبول نشدن کودکان به مکتب‌های روسی را به جواب نمی‌مانند. عین زمان به گفته دیپلمات‌ها چون این مراجعت‌ها زیاد نیست و مشکل هم در همه جا نیست. مشکل قبول کودکان در مکتب‌های روسیه را مهاجران تاجیک هم دارند. از این سبب بسیار از مهاجران تاجیک مجبور می‌شوند فرزندانشان را دور از خود و در وطن در تربیت بیبی و بابا و یا خویشاوندان بگذارند.